سلام دوستان گرامی، سلام آنهایی که با ما در جا هستند و در برنامه‌های پیشگویی از شما از ما شرکت می‌ورزند و این عضو ما همان ادامه دارد و ما دوره دوم قرعه کشی رو بعد هفته اول که الکی غالب رو دیدیم، هفته دوم رو نیز توسط قرعه کشی اون غالب اساسی که با گرفتن توپ فوتبال موفق می‌شود معین می‌کنیم. طوری به شما گفته بودیم در این ردیف 4 نفر پیشگویی کنندگان با دوره قرعه کشی رو خواهد گرفتند که اینها پیش از همه اولانشون این سوربون رحیموف است. سوربون رحیموف بازی بین دسته‌های رفشن کولوب و خوجند رو با حساب 1-0 پیشگویی کرده بودند و این چنین کوکتوش اسخط رو 2-1. حالا برای شفافیت این قرعه کشی ما همون طوری که در دوره‌های گذشته کرده بودیم، هر نفر شخصی که در اینجا مثلا دو پیشگویی درست کرده است وارد سبد میکنیم و از اونجا بر میداریم که کی غالب توپ بگردد. اینجا امام علی اماموف این کس نتیجه بازی شباب الاهلی اگمک 3-1 و کوکتوش اسخط 1-1 رو درست معین کردند. مبارزه در حقیقت برای عنوان چمپیونی یا خود غالب گروه شدن در لیگ چمپیونای آسیا بسیار هم بالا رفت و طور دید دوستان گرامی دسته استقلال دوشنبه توانست که بین کلوب های نهایت مشهوری آسیا زینه اول را اشغال کند و به تاجیکستان برگردد. خوب اینجا پیشوازگیری نهایت خوب هم بود. خوب با نفری که با قرعه کشی ما همراه می شود شهزاد فیضی زاده است. این هم نتیجه بازی شباب الاهلی و اگمک رو 3-1 پیشگویی کرد و کوکتوش اسخط 2-1. همه آنهایی که با دور قرعه کشی راه گرفتند محض بازی بین دسته‌های کوکتوش و اسخط رو درست پیشگویی کردند. چطور این با خود آنها معلوم است. نفر سوم رو هم وارد ثبت کردیم و نهایت رسیدیم به نفر چهارم که در گرفتن جایزه اساسی توپ بازی فوتبال شرفمند می‌گردد. خوب یادداشت می‌شیم که سرپرست این بازی ما آزمون پیشگویی از شما توفه از ما همون فرمول 55 است و ما همکاری‌هایمون دور و دراز خواهد بود. خوب تیمور ملک قادیروف این کس هم شباب الاهلی اگمک 3-1 کوکتوش اسخط 1-1. این نتیجه هم مقبول است و حالا ما از بین این نفران غالب توپ رو معین میکنیم. خب غالب توپ الکی طوری گفتم به شما جایزه توپ الکی معلوم است و از بین این نفرانی که اینجا هستند ما یک نفر رو انتخاب میکنیم. پیش از همه برای باز هم مثلا شفافیت این قرعه کشی ما این نام ها رو بار دیگر توپ میدیم و بعدا یکی رو از اینجا بیرون میوریم. خب این نفر کی است؟ این نفر که طوله‌اش بلند است. خب امام علی اماموف. یک بار دیگر توجه کنید. امام علی اماموف رو ما پگاه به استودیو دعوت میکنیم و فکر میکنم که اگر این کس نآیند هم توفهشون حتما با امام علی اماموف میرسد. ما هم خرسند شدیم که روز به روز یک نفر آن دوستای ما که در آزمون پیشگویی از شما توفه از ما شرکت می‌ورزند صاحب توفه همیشن. چون شرکت فرمول 55 دویم توفه خود رو هم در اینجا جای داده بود، ولی ما با قرار آمدیم که این توفه رو با یک نفر فکر میکنم که بانو است مثالی نه رستم زاده طلا میدهیم، چون که او غلبه بین دستهای استقلال الهلال رو یگانه نفری هست که با حساب 4-1 پیشگویی کرد و در نتیجه غالب آمد و ما از همین خاطر به خاطری که این دختر است بانو هست به نظرم و نتیجه بازی بین استقلال و الهلال رو که هیچ کس گمان نداشت که این با حساب 4-1 به انجام میرسد، اما این دختر پیشگویی کرده توانست. من فکر میکنم که بعد دیدن این گزارش ما یا خود قرعه کشی ما باز دیگرانی هم پیدا میشن که احسن میگن به این دختری که توانسته است که قدرت استقلال دوشنبه را در مقابل الهلال عربستان سعودی غالب 2 کرات جام لیگ چمپیون ها معین کند. این هم آسان است. از همین خاطر اون پیراهن ورزشی که با جای دوم ما اصلا منصوب بدونستیم با همین دختر یا خود بدم مثالی رسانیده می شود
این کس رو هم به استودیو دعوت میکنیم. شما از جریان سپردن این تحفه ها هم نوارها رو دسترس خواهید کرد. به همین طریق ما امام علی اماموف و همچنین میسونین رستمزاده رو برای گرفتن تحفه هایشون به استودیو دعوت میکنیم. با این گفتم که پیشگویی از شما و تحفه از ما بمونید و هر هفته ما این چیز رو پیگیری میکنیم و یک نفر غالب میآید. از اون دوره که ما سپردن توپ ها رو برای مونده ایم، هنوز سال 2018 بود و در این مدت ما بیش از 200 توپ رو با دوستان فوتبال رسانیدیم و هر کدوم شما که حالا میبینید این سخن ها رو باید تصدیق کنید که ما در حقیقت روشن به یگان مثلا جانبگیری و طرفگیری شفاف این قرعه کشی خود رو میگذاریم و معین میکنیم، همچنین غالبان رو و همچنین پیشکش میکنیم به شما که شما هم ببینید که غالبان کیا هستند از نتیجه به انجام رسیده همون دوره بازی ها. البته دوره من بعد هم شروع شده است. دوره سوم هم امروز نتیجهش معلوم میشود که آیا غالب یگانه است یا باز غالب رو به طور قرعه کشی معین میکنیم. این رو شما خواهید دید. دوستان گرامی با ما باشید، همیشه هم با ما در صفحه فیسبوک هم در یوتیوب ما رو پیگیری کنید. دوستان خود رو دعوت کنید که با کانال ما ابونه شوند، چون که هر قدر که ما شماره ما زیاد شد توفه ها هم ارزنده میشن، چون که بعضی علاقه نفرانی هم پیدا شدن که میخواهند توفه های خود رو نیز با اون نفرانی که با ما هستند بدهند. این رو در بخش های من بعد هفته های آینده خواهید دید. در همین جا قرعه کشی ما به انجام میرسد. خود رو احتیاط کنید، همیشه شاد باشید، پیروز باشید و از پی زندگی خوش و همچنین آبادی این مکان کمک خود رو رسونید. خیر تا بازدید.